سلام، خوب هستید خاله؟ راجب تخت 2 نفرتون تماس میگیرم. خوبی؟ شما از کجا تماس میگیرین آقا؟ من از شمارم رو میگیرید؟ شمارم مجازیه. من زنگ که میزنم بعضی موقع که معاملمون نمیشه دوباره زنگ میزنن پیگیر میشن، سر همین. من فقط چند تا سوال دارم. این تخت سالم و اینا؟ بله در حد نو. چند وقت داشتینش؟ بله. چند وقتی تخت رو استفاده کردید؟ 1 سال اینطوریه. با کمدشه؟ نه فقط میز و آینشه با تختشه دیگه. چه قیمتی بهش تهش؟ عکسی که گذاشتیم دیگه، مگه شما ندیدین؟ بله دیدیم. بعد چند بار توش دادید؟ روش چند بار تلمبه بله؟ بزنن روتون؟ چند بار توش دادید؟ الو؟ چند بار لنگاتون رو دادید بالا؟ تلمبه زده حاج آقا؟ ها؟ وای بیوش شدم. وای بیوش شدم. پاره شدم خنده. وای عجب کس خوبی بودا. یه بار یه زن میزم مزاحمشم. خوبه بهم خواهده. بیام ایران چند تا شاکی خصوصی دارم من. سلام خاله، خیلی کسی دوست دارم. بوس میشه من یه بار شما رو تخت بکنم؟ اگه خوب بود فنراش بگیرم تختو خاله، قربونت برم. فکرم کستم صورتی باشه خاله. خاله بوس دهن همه تون رو گاهید. برو تو سلام ماش خانم، خوب هستید؟ بفرمایید. راجب این آگهیتون تماس میگیرم. تو دیوار گذاشتید تخت با چه وسایلیه؟ با کمد و اینا گفتید چیه؟ تخت میز تحریر بالسا. بله، هم کمد، هم کمدش 3 دره، تخت نوزاد و نوجوان، یعنی هم میشه نوزاد بشه هم نوجوان. من الان عکسی که 2 کار است. بله، 2 تامپا تختی داره، میز تحریرم داره 3 کشوه. خب این من کی میتونم بیام حضور این تخت رو ببینم؟ میز تحریر اینا هر موقع که میتونین. ساکن تهران هستید شما؟ بله. خب من اگه اومدم اونجا میتونم یه تست بزنم، لنگای شما رو بدم بالا اونجا، اچون شما رو بکنم ببینم این ظرفیت و مقاومتش بالاست یا نه، فنراش اینا اوکیه یا نمیشه؟ حاج خانوم یه کسکش شما کاکل میشی من زنتون رو بکنم رو تخت تماشا کنید؟ تخت رو میخرم. کس مامانتون مانتابه. عجب زن کسی داشتی یا ننت با میمنت کونی بچه کونی کیرم تو کنید قیافت شبیه دورخیز الاغ میمونه. مادر جنده خارکونی، مادر جنده 2,300 خارکونی داد. پیازی میزن. آقا داری میخندی؟ لایک و کامنت بذار، گازت نمیگیره. همین لایک و کامنت بذار، چیز کن کوچیک کن صفحه رو، برو لایک و کامنت بذار. ببینم گاز کش اجی گف خریدم. گف دولتی خریدم. دیگه فیلتر نمیدارم، کتمون خوشگله رنگش.
اینا بله 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 کس خریدم بله بله مارک بله مارکش هم در نبریم شاید بعدا پسش بدیم بله کس خریدم کت طولتی الو خوب هستی جناب سایه من دارید؟ خوب هستید؟ بله در خدمتم قربان. راجع به این آگهیتون دوگانه سو سی ان جی پژو 435 صحبت زنگ میزنم. خوبه جناب؟ در خدمتم بله قربان. ببخشید اگه دفعه قبل صدا من نشید. نه خواهش میکنم. قرار از موضوع محمد این عکسی که گذاشتید داخل چیز این ماشین شماست دیگه درسته؟ آره پژو 435. خب این اون خانومی که کنارش داره رد میشه زن بنده است یه جورایی دوستاشون زنگ میزنن میگن که عکستون رو گذاشتن تو اینترنت پخش شده و اینا میشه لطف کنید عکس رو اونجا شکایت کنید زن من تو تصویر نباشه ازتون خواهش میکنم. کجا؟ کنارش یه خانم چادری هستن دارن میرن زن بنده هستن ایشون ما دنبال ماشین میگشتیم دیدن گو این منم اونجا داشتم راه میرفتم یه جوره حالا نمیم چیز زیاد معلوم نیست ولی حالا دل خور شده نمیدونم ناراحت شد میگه عکسم تو اینترنت نباشه بهتره چادری هم هست ولی خب میشه اونجا شکایت کنی خواهش میکنم ازت اگه کات نکنه که من کیرم میخوام تو کس زنت چه مادر جنه عکس زن منم میذاری تو اینترنت مادر چونی برش بی پدر و مادر تا نمیدونم تو کس خواه کسه زنم بشه رد بشه فیلم البته تو حیاتت فیلم بگیر بی پدر و مادر من خود خونه مادر نداری کستنه به دوست دارم بوس بوس لطفا برش دار ممنونم کاری نداری دوست عزیز به پلیس زنگ نزنم خداحافظ بوس بوس خداحافظ چه فوشی نمود کی به فوش؟ اینکت برم من چقدر تو کسی شوشیلشو بخوریم ما قومونش بریم ما عجب شوشیلی داری تو منم دودولم مثل همون مارست و چیزی کوچیکتره ولی وقتی تو لخ میشی واسم بزرگ میشه مثل همون ماره میشه قومونش بریم ما چکی چونه تو مملک بزنم میخوام دوستتو ببینم دوست چند کستر از خودت باشه شیطون دوستتو ببینم دروغت گفتم که تو کسی دوستتو ببینم گولت زدم از دوره عجبت ولی کست بادمجونی ها شیطون چرا چشولاتون مثل کس اسب نرخر آفریقای سیاهه چرا توجه کردی خودت چشولو تو آینه دیدی ناموسن انقدر بیشتر نیست آقا ازم انقدر باشه به من سوال من بوده چرا چشولاتون سیاه و بادمجونیه چرا فکرشو کردی بچه بودی لاپا مثلا ان میکردی مامان تن حالا اگه شما وصلید ما وصله سلام جناب این آگهیتون تماس میگیرم این گم شده من از خارج تماس میگیرم مامان و داداشم تو تهران یه سگ پیدا کردن چون مامانم بلد نمود دسترسی نداشت من گفتن پیگیر باشه اینا یکی از دوستام عکسشو فرستادم شبیه سگ شماست و اینا این اشپیتزه سگ شما چی نژادش؟ بله اشپیتزه خب یه فیلم واسه من فرستادم این صدا سگ شماست یک لحظه یه ذرم سرما خورده شما کی اینو پیدا کردید؟ بله میفرستم شما کی اینو پیدا کردید؟ کی پیدا کردم؟ میگم ببخشید من یه ذره کی گم کردید ببخشید من یه ذره مشروب خوردم و اینا من تقریبا 3-4 روز پیش 3-4 روز پیش کجا؟ سمت جاجور سعیدآباد چی شد که گمش کردید؟ اومد بیرون هیچی در حیاط باز بود اومد بیرون بعد شبم بوده انگار خونتون جاجروده؟ آره ما جاجوریم خب بعدش این سگ چرا سرما خورده حالش خوب نیست
نمیدونم والا بیرون بوده، شب بیرون بوده، اون فرما خوردهش. چند سال داری سگو؟ 1 سالش نمیشه هنوز. اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ راکی. راکی. یه بار یه سرش من خودشه؟ چون شباهت خیلی عجیبی داره به سگ شما. من سگو چیزی تشخیص بدم الان؟ فقط یه مشکلی هست. جان شرمندت میشم. خب این داداش من یه ذره جوون و نوجوانه، یه چند روزی انگار باش کارایی کرده. چیکار کرده؟ حالا چطور میتونم بگم، فکر کرده بی صاحب سگ جوونه دیگه، کرده سگتون کرده بهش فوت کرده سگتون. جنازه‌شو اگه میخواید من واسهتون بفرستم، فقط شرمندتونم. لطفاً که خیلی خوبی، چون من همین کارو میکردم. نه آخه جنازه‌شو آخه میدونی بهش کالباسش کرده، داده بچه ها خوردن با عرق. کالباسش کرده. کالباس ای بابا ای بابا کی تو گوش سگت گاییدم، مادر زندگی به درد نخور، سگت گم کردی. نه سگت گاییدم. خوش مامانت خداحافظ. بوس بوس خداحافظ. الو جان مامانت خوردم. نگاه سگت نگاه. الو سگی دارم میتونی بخوری؟ آره سگتو گاییدم امو. خوش مامانتو مایتوه جاجرود مامانت کردم با جارو. بله جارو. بله سلام جناب، خوب هستید؟ راجب آگهیتون تماس میگیرم. سلام مرسی ممنون، در خدمتتون عزیز. این ماشین نیسان 84 وضعیت بدنه اوکی اینا؟ بله ماشین فقط کفایش پوسیدگی داره، اکثر 90% ماشینم بیرنگه. خب بعدش جرثقیل و ایناش اوکیه؟ من حالا وانتشو بیشتر میخوام، ولی خب حالا میخوام تبدیلش کنم به آفرود. واسم جالب بود که همچینی. این چجوری جرثقیلش اسمش چیه؟ میدونید مدلشو اوکیه؟ الان شما توی دیوار یا توی گوگل بزنید جرثقیل حسینی، خب نه میدونید این قدرتش چیه؟ مثلا قدرت چیزی داره جرثقیل؟ واسه اطلاعات شخصی میخوام. تا 1 تن بار بلند میکنه. ماشین چیزی گیر که عگل میکشه بیرون، درسته؟ پشمو. بله. خب خیلی کار آمده واسه آفرود. اینا من تبدیلش کنم ماشین به آفرود، واسه هم جالب اومد. خب این وضعیت بدن اینا فقط گفتی کفش، موتور و ایناش درست؟ مثلا روغن گیر بوکس و نمیدونم روغن موقعش عوض کرد موقع؟ موتور، گیر بوکس، دیفرانسیل، همه چی ماشین به شرط بهت میدن. سواری خیلی نرمی داره، یعنی به نیسان نمیخوره، سواریش علاوه کمک و اینا همه چیش مرتبه. درست مراقبت کرد. ماشین فقط تنها ضعفی که داره کفایش پوسیدگی داره، باید کفایش رو تامین کنه. درسته. بعدش و مشکلی نداره. دوگان سوز هم هست، دستی دوگان سوزش کرد، درسته؟ یعنی چی دستی دوگان سوز؟ دوگان سوز دستیه، از کمپانی هم جرثقیله. خب دوگان سوز این مخزن گازش کجاست؟ نتره که یه وقت کجاست؟ پشتشه؟ نه عزیز پشتشه. بله چسبیده به پشت کابین، درسته؟ اتاق دیگه. بله اتاق به کابین چسبیده. بعدش مایل به محافظه هم هستید؟ والا ترجیحاً نقدیه. حالا محافظه من ماشین خیلی مدل بالایی دارم، میتونید اصلا زیر قیمت هم میخوام بدم، ماشین خیلی خوبیه. چی داری شما؟ ماشین دارم. خب چیه ماشینه؟ ماشین لباشی ننت. نه 6 لیتریه. مال شما 3 لیتره درسته؟ 2 لیتره. دوگان گوزه. ماشین لباشی ننت. ماشین لباشی من دوگان گوزه. اگه مال شما دوگان سوزه، مال من دوگان گوزه.
میخوام شرسقه مامانتو بلند کنم بلی قطع کرد رفت هوا میداد. بابا خواب چیم بیدارم یه ذره یه لبخند تو لباشون میخوایم بیاریم. جانم ببخشید جناب من دفعه زنگ زدم لحظه پیش صدا بد میومد صدا هوا میومد و اینا ببخشید بعد موقع تماس گرفتم. اوکی نه اختیار دارید. نه من در خدمتم جانم. این تخت یه سرویس خواب دیگه 2 نفر است درسته؟ بله سرویس خواب 2 نفر کامله دیگه. 2 تا پاتختی داره و میز آرایش داره و در واقع آینه داره و خیلی کامله. آها با میز توالت و ایناست. کامله. آره بعدش کی میتونم بیام بیام ببینم تختو؟ این رو میتونید فردا هم بیایید ببینید منتها قبلش هماهنگ کنید. چه ساعتی معمولا میتونید بیایید شما؟ هر وقت شما بگید. اگر برای بعد از ظهر باشه بهتره. شما خودتون سر کار برمیگردید خونه درسته؟ آره من نیستم. آره خودم نیستم. اگه بعد از ظهر مثلا ساعت 3 و 4 باشه به بعد بهتره. بعدش این چی بهش میگن؟ پس مشکلی نداره دیگه خوردگی زیاد نداره. نه چند سال داشتینش؟ نه اتفاقا جان چند سال داشتینش؟ ما این رو 3 سال. بچی وازلین چی میگه کناره میز توالت؟ من میشه قبل اینکه شما از سر کار بیام یه چون از خانومتون بکنم رو تخت ببینم فنرش سالمه یا نه؟ نیستن کسی خونه نیست. مشکل که کسی ای بابا خوی وازلینه چی میگه؟ چی استفاده میکنید شما؟ جان وازلین کنارش هست. حالا وقتی اومدم اونجا خانوم هستن اونجا قنبال کنن دورخیز کنن برم تو کونش با وازلین ببینم تخت سالمه یا نه؟ پس تو آدم مادر قبه ای. آره کی تو خوب شناختیم بی پدر و مادر و من وقت نمیام که خانومت نیست خانومت هست کی تو گسته نهت مای اجنده با من درست صحبت کن. تختاتت نمیخرم 18 و 900 کسی چند بار چون دادی روی تخت 18 و 900 مادر جنده مگه سر گردن از کستره چوباش همه موریانه خورده گوه میخوایی 18 و 900 یه تخفیف نمیدی حالا جناب؟ برو باش زنگ بزن میگم پشیمونم از کرده خودم. وازلین رو میبینی؟ میشه گذاشتن اونو باید بزنم اما سیف کنم بذارم. سلام جناب. ساله راجع ماشین تو دیوار گذاشته چیه؟ پژو 405 ایلیکس چیه این؟ نه آردیه. آردی. خب وضعیت بدن اوکیه؟ ضربه خورده شاسی؟ شاسی جلوش همونجوری. قیمت چه قیمته؟ قیمت دقیق 5 تومن. خیلی به صرفه است. نمیدونم فکرم آره. خب بعدش مهلت بیمه هم که داره درست 8 آره تقریبا 8 ماه داره. تصادف داشتی یا نه؟ همون شاسی خورده تصادف چطور بوده؟ به چی زد؟ والا من همینجوری خریده بودم. همونجوری که خریده بودم شاسی خورده بود شاسی جلوش. خب من ساعت گوشیم چیزو خب رنگ خوردگی چی نداره؟ اوکی برو ماشین دو رنگ دیگه ماشین دو خب رنگ. چند سال شما داریش اگه بیادبی نمایشه؟ من 10 سال دست منه. 10 ساله دو رنگ. خب راضی بودی باش؟ مسافت طولانی کجا رفتی؟ من یه بار مشهد رفتم 2-3 بار. من بچه اردبیلم 2-3 بار اردبیل رفتم. خب بچه اردبیلی چطور؟ خب اردبیل خب چجور رفتی اردبیل؟ ساکن تهرانت ولی رفتی اردبیل؟ آره ساکن تهرانم. اوکی. بهش مایل به معاوضه هم هستید؟ معاوضه آره با معاوضه با ماشین سمند هستم. با ماشین یه ماشین دارم روبرو. چیه ماشینه؟ ماشین چند خریدی ننت مادر جده
عوض میکنه با چند تا نخ و قرقره اضافی زاپاس. ماشین چند خطی نرد با چند تا نخ و قرقره زاپاس. مامانه تو خوردم مامو اردابی رسید یا ساشین آذربایجان. بوس بوس بری تو کس مامانت. خداحافظ. خب بریم میرم فردا دوباره میرم. نه خوب هستی جناب؟ راجع به این آگهیتون تخت و کمد تماس میگیرم. درست تماس گرفتم جناب؟ بعد به ما که مزاحم نشدم. بخشید اینو همشو با هم میفروشید دیگه درسته؟ بله بش این یه دو تخت بالای تخت پایین اینا همه با هم دیگه. آره تختش 2 نفر تختش بدین دو تکش کلات. بعد چند وقت اینو داشتید؟ من خودم این تخت والله خب قیمت مقطوع دیگه تخفیف نداره ها؟ جنس دیگه تماش میکنم. من بهترین استفاده قیمت واسه میکنم باید بری بالای کلیسا آها. بعد زدگی چیزی نداره دیگه. اوکی. بعد کی میتونم بیام اینو ببینم؟ من همون طرفای تهران پارس و اینا کی میتونم بیام؟ فردا یا پس فردا میتونم بیام؟ خانم خودش میخواد یا صداتون خیلی ضعیف میاد جناب. میشه یه ذره بلندتر صحبت کنید؟ من نفهمیدم چی گفتید. شما خیلی بد میاد. آها. خب میشه یه بار دیگه بگید؟ خانومتون هستن؟ شما کی از منزل هستید؟ من ساعت 6 خب یه موقع باید بیام با خانومم میام مثلا بهتون مسیج بدم. اوکیه؟ اگه اوکی بودید فردا یا پس فردا. آره بهش این 2 تا تخته. یه تخت پایینه که دوشکش آبیه، تختم بالاه که دوشکش سفید و ایناست. من اومدم اونجا میخوام برم بالا. بعد شما اگه میشه به خانومتون بگی رو تخت پایینی لنگاشو وا کنم من با چیر بپرم تو کسش بالا. اگه میشه بخوام اینم تست فنر بینم مناسب از فنر شونه. میشه جناب؟ من میرم بالا خانومتون 2 لنگ وا کنم با چیر بپرم تو کسش، شیرجه بذارم داخل کسش خیب بشم. نه خانومتون. ببین من قبل 6 میام بعد تو سر کار باش. من قبل 6 خانومتون میام با خانومت معامله میکنم. اوکیه؟ ببین مامانت زنتو میخورم فردا. زنتو میزنم رو میستری رکون میکنمش موقع معامله. بیا دنبالم. نه کسی مامانت تو مجدوی همو. بله زنتو میکنم فردا قبل اینکه بیای خونه برسی. بوس خداحافظ. فکر کن برم بالا کیرم و دربیام 2 لنگ نزنش بالا باشه اینطوری قشنگ شیرجه بذارم تو کسش. وای میام دنبالت. وای جر خوردم حاجی. مگه میشه اینقدر یکی بی‌ناموس و کسشر باشه؟ مگه میشه؟ سلام خوب هستید خانم؟ سلام ممنون. بفرمایید.
راجب گم شده سگتون تماس گرفتم. مامانم رو داشتم تو ایران این سگ رو پیدا کردم. من از خارج کشور تماس میگیرم، زیاد دسترسی نداشتم به کامپیوتر. گشتم یه عکس و فیلم واسه من فرستادن. این نژاد سگتون چیه شما؟ پیکینیز. پیکینی؟ بله. یه لحظه ویدیویی که دادم به من، یه ویدیو فرستادن پیکینی. پیکینیز تبتی. میخواین شما شماره تماس خانواده‌تون رو به من بدین اگه مشکلی نداره؟ من خودم نه یه لحظه من نه دیگه، اونا زیاد چیز نیستن. یه ویدیو واسه من فرستاده، میخوام همین ویدیو رو. چجوری میتونین اون ویدیو رو به من نشون بدین؟ من ببینم اسمش دقیقا چیه؟ نشون میدم، صداشو بذارم. اینه صدا آقا، یعنی چی صداشو بذارم؟ ویدیوش واسه من واسه فرستادن. اینه ای سگ کوچیکاست دیگه. آره صدا شبیه. آره صدا شبیه. خب بعدش مجدگونی اینا میخوان انگار. چقدر شما میتونید چیز کنید؟ شما که از خارج کشور زنگ زدی چرا دیگه؟ ولی آقا داداشم میخواد. داداشم بابا سنش پایینه، میگه نمیدم سگو میخوام. چه کارش کنم؟ خارج کشور. شما عکس و فیلم بدیم ما مجدگونی بهش. اصلا مجدگونی نمیخواد. یه کاری باید واسه ما انجام بدید این سگو پس بده. داداشم چی کار باید انجام بدید؟ شما من نظر کس خوبی هستی، یه دست کس به داداشم میدی سگتون پس بگیری. برو کی تو کس نرد مادر. سگتو داداشم بیشتری داره میکنه. خار چونی تو تا پیشونی چونی مادر جنده. سگمو داداشم داره میکنه مادر چونی. انقدر میکنه تا بمیره. نه تو گاییدم. کیرم تو کس زنت مادرتو گاییدم. به اندازه 20 میلیون بار زنتو میکنیم. سگتو میکنم. سگتو گاییدم مادر جنده. سگتو میخوای یا نه؟ حالا ببین انقدر میکنمش. آقا به همین شمارت واتساپ در حین کردن سگتو واسه میفرستم. گیر پدر مادر قیافه شبیه گیر بوکس تانک میمونه. مادر جنده گو نخور. مادر چونی بوس رفتی؟ کسکش اوبی. عجب کسی بود زیدت. چرا من اینا نباید داشته باشم کنارم؟ افسرده شدم. مادرتون نمیگم های کسی بیا اینجا من کس بده. بله ما میسیم ملو یه ذره نمک میریزیم روش. نه یه ذره فلفل ببخشید. آشپزی میکنم در حد فلفل زیاد میریزیم ما. خوب هستید؟ ببخشید من بد موقع تماس میگیرم. یه اتفاق خیلی بدی واسه ما افتادید، گفتم زنگ بزنم. نمیدونم کی میتونید بیاید. ما گلاب بروتون چا گرفته اصلا بدجور اومده بالا، اصلا داریم اینجاش میومد تو پذیرایی دیگه. در این ما تهران هستیم. تهران طرف جنت آباد هستیم. جنت آباد تشریف دارین؟ آره. چقدر طول میکشه وا بشه؟ 10 دقیقه 7-8 دقیقه اگه گیر زیاد نباشه. شما کجایید الان؟ ما میدان امام حسین هستیم، میدان ولیعصر هم هستیم. خلوت میشه زود بیاد. یعنی همین موقع شب میاد؟ بله ما حالا ما دیگه دستشویامو کردیم. رفتم چیز این مهمان اومد چیز کرد. یه ذره کلوف چیز نمیدونم دستشویی کرد و انگار گرفته. بدید فردا صبح بیاید. که الان باش. الان من دارم چای مامانتو وا میکنم. مشغولم. شما بیا فردا چای ما رو واکن. مال مامانتو فعلا با چنته واکنم. آره حالتمو بذارم به واژن مامانت وا بشه. کار قشنگ در بیاد. شما راضی باشین ما راضی باشیم. شما هم فردا صبح بیاد چای ما رو واکن. باش. سلام درود بر شما. ببخشید مزاحم شدم. این کارکت موتورش سالمه؟ 52,000 تا رفته؟ سالم یعنی 52,000 تا بیشتر کار نکرده. خب ولی خب شما زدید مادرشو گایدید. خب این سالمه ولی خب یه جوری سالم نیست. سالم هم آنچنان نیست. یه عزیز که کلا سالمه. موتور سالمه ناموسن موتور سالمه. آره سالم خیال راست. بعدش رنگ خوردگی اینا که نداشته قبل تصادف. نه اصلا. بیم بدنم داره. حالا مایل به معاوضه هم هستید؟ معاوضه هستن با یه ماشین دیگه؟ بله با ماشین فقط 200. ماشین شما چیه؟
ماشین لباسشویی ننت کیرم تو کس ننت مادر جنده خانه ماشین گایدی کس ننه دایناسور روش رد شده میگه سالمه هیچی نشده ننه کونی عصبی میشه خب میگی سالمه بوس بوس ببخش 180 کمتر نمیدی؟ با دو چرخه 28 افغانی بابام عوض نمیکنی اینو این لگنو کستنه چند سالته؟ بعدی فوش میدی؟ فوش نمیدم خط رو خط داره میشه چون تظاهرات و اینا میخواد بشه یا آخونده ها بین تماسا چیز میکنن فوش میذارن ما با هم دیگه بد بشیم مردم با هم دوست نباشن خب آقا من با شما تماس میگیرم کیرم کس مامانت هستم خداحافظ بوس بوس ماشین لباشی رو میارم شب عوض میکنیم خداحافظ کسکش هنو که لایک کامنت نداشتی که معدد چی کم میشه لاشی لایک کامنت میزنی نه جنده سلام ماش خانم خوب هستید؟ بفرمایید راجب این آگهیتون تماس میگیرم تو دیوار گذاشتید تخت با چه وسایلیه و کمد و اینا گفتید چیه تخت میز تحریر بالسا بله هم کمد هم کمد 3 در تخت نوزاد و نوجوان یعنی هم میشه نوزاد بشه هم نوجوان من الان عکسی که دو کار است بله 2 تامپا تختی داره میز تحریرم داره 3 کشوه خب این من کی میتونم بیام حضوری این تخت رو ببینم میز تحریر اینا هر موقع که میتونین ساکن ترامپاس هستید شما؟ بله خب من اگه اومدم اونجا میتونم یه تست بزنم لنگای شما رو بدم بالا اونجا اچون شما رو بکنم ببینم این ظرفیت و مقاومتش بالاست یا نه فنراش اینا اوکیه یا نمیشه حاج خانوم یه کسکش شما کاکل میشی من زنتون رو بکنم رو تخت تماشا کنید تخت رو میخرم کس مامانتون مانتابه عجب زن کسی داشتی یا کس ننت با میمنت کونی بچه کونی کیرم تو کس قیافت چه دورخیز الاغ میمونه مادر جنده خال کونی مادر جنده 2300 خال کونی داد پیازی میزن بله سلام خوب هستید خانم من یه سگی پیدا کردم تقریبا یه شباهت داره به سگ شما چی شده؟ سگتون گم شده؟ بله من مادرم این سگ رو پیدا کرده در همون طرف های ونک و اینا نمیدونم کجا من خارج با شما چون دسترسی به اینترنت نداشت و اینا خب یه سگی پیدا کردم چون من آشنا هستم رفتم گم شده دادم فکر کنم عکسایی که فرستاده تقریبا شبیه سگ شماست کجاست آقا؟ طرف ونک خب ونک و اینا مولا صدرا نمیدونم دقیق کجا پیدا شده ولی پیدا شد شباهت این نمیدونم شباهت زیادی به سگ شما داد مطمئن نیستم اسمش چیه لوسیه؟ بله یه لحظه من بهش بگم لوسی یه لحظه لوسی این صدایی که مامانم فرستاد این صداشه؟ نه آقا صداش نیست؟ سگ من 8 سالشه نمیدونم این انگار یه سرما مرما خورده مریضه سرما خورده میلرزه بنده خدا میگه مامانم بعد بلد نیست نگرده که بهش غذا و مزا داده و اینا بگاه تو غذاه اگه عکسشو دارید اگه عکسشو و یه مشکلی هست یه داداش نوجوان دارم 24 روز انقدر سگ شما رو کرده فوت کرده سگتون متاسفانه مرده سگتون و جنازه‌شو میتونم بهتون تحویل بدم کی تو کوچک بره کی تو کوچک بره نه سگتو کرده داداشم بله
دوست گایدی ببین آجی کیرم کس زنت کچل چونی کیرم تو ناموست مادر جنده انگلیس دیدمت مادرتو میگم به جان خودم انگلیس دیدم مادرتو میگم دهن همه تونو گاهی برو تو آج کیرم تو کسر داره دهن تو گاهیدم وای خیلی کسکشی اگه تا اینجا دیدی دیگه لایک و کامنت بذار دیگه نفر 4-5 تا کامنت بذارید دیگه آره خواهیم بله خوب هستید آش خانم بخش راجب آگهیتون تماس میگم رنو مگان مونتاژ بعد ما که تماس نگرفتم که نه خواهش میکنم جانا این ماشین مشکل چیزی نداره ببینید من همسرم الان پارکینگ هستم زیاد من در جریان نیستم فقط به من گفتن که کاپوتش تعویض کارخونه است خب اما فنی و اینا که فوق العاده یعنی خود همسرم خیلی ماشین رو علاقه داره حالا ما بهش گفتیم شاسی بگیره یعنی درست چیز کرده تعویض روغن و اینا به موقع بوده و اینا همه چی یعنی ماشین الان شما بشینی پشتش یعنی واقعا کیف میکنی باهاش رانندگی کنی انقدرم اینو با وسواس پیدا کرد چون خیلی به مگان علاقه داشت بعدم اینکه خیلی هم بهش رسیده یعنی آخ نگو این ماشین رو سوارش میشی کیف میکنی اما خب چون ما خودمون و بچه‌ها تا عید میخوایم بهش گفتیم شاسی برامون بگیره بنده خدا دیگه رو حرف ما میخواد یه شاسی بگیریم به سلامتی اگه نزدیک هستی تشریف بیارید ببینید از من آره میام تهران پارس هم مشکل نداره من خب میتونم مثلا بیام دیگه SMS بهتون میدم فردا یا پس فردا که با شوهرتون هم هماهنگ باشید اینا چه موقع از سر کار برمیگردن ایشون هستن ایشون منزلن بعدش مایل به معاوضه هم هستن ماشینتون چیه؟ با ماشین خب چه ماشینی دارید؟ ماشین لباشویی ننت تو خودت شاسی بلندی قربونت برم عزیزم ماشین لباشویی ننت الو جون من تو رو میخوام ایشون منزلن عجب کسی بود مردی تو هم باید تو صحبت کنی واسه منو دیدی آبم میومد تو هم باید تو صحبت کنی ها ای توی صحبت ما شو میگفت مثل شوره میگفت شه ما شاستی جون چکی چونشو من بزنم قومش بریم ما خوب نیست اصلا الو واسه جناب راجب آگهیتون تماس میگیرم تخت 2 نفره با 2 عدد عسلی بله درست تماس گرفتم با این تخت سالمه دیگه مشکلی نداره همه چیز سالمه هیچ مشکلی نداره خب بعدش اندازه‌شو دقیق نمیدونید 2 نفره است یا مثلا مینی 2 نفره است 2 نفره است آره نه 2 نفره است 2 نفره خب تقریبا 1.90 طولش میشه 1.80 تا هم عرضش با توشکشه دیگه به اصلی چیه؟ من اصلی نمیدونم چیه اصلی چیه؟ میزه دیگه میزاشه دیگه 2 تا این کمدای بغلش بغلشه خب بهش چه موقع میتونم بیام؟ شما فردا ساعت 8 شب 8 شب شما سر کارت زودتر درسته؟ بله خب میشه من زودتر بیام با خانومتون معامله کنم؟ چون وقت ندارم 8 شب اینا با خانومم میام با خانومم بعد هماهنگ کنید دیگه حالا یه چونه یه قنبال میکنه میزنیم ببینیم فنرش سالمه یا نه از چی میترسی؟ یعنی چی؟ یعنی همین که شنیدی دیگه
میام کله کیامو میکنم چون زنت کس مادر جنده اسدی چیه خفشو خواه کس مادر جنده کس خواه مادرت چه بیادب چه ایچه تحت برخود با مشتریه مادر جنده این از تخت نمیخرم اصلا نمیخرم ایچه تحت برخود با مشتریه بی تربیت بی شخصت آدرس تو دارم چون زنه زنگ میزنم پلیس بچه حالا تخفیف ما میدی ببخشید تخفیف ما میدی ببخشید تخفیف آبجی تو بیا با زنه تو آره جفتش رو چیز تخفیف بده ولی زنت خوب کسی ها صداش اومد بچه تحکون میکنم زنه تو میگم فردا میام در نره خونت آدرس دارم مایه جنده کسی ما تو مجوی زنه تو کردم چونیه دینامو خفه شکید تو کس دارد یعنی چی؟ وای 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 آقا اگه تا آخرش دیدی یه 23 بزن کامنت هم بذار بوس بوس